با درود و سلام خدمت همه دوستان و بازرگانان گرامی و تشکر ویژه از جناب آقای دکتر باسره صاحب امتیاز و مدیر مسئول پایگاه خبری واردات و صادرات و مدیر وبسایت و کانال خبری واردات و صادرات که این فرصت رو به بنده دادن که در راستای اطلاع رسانی و توسعه تجارت کشور عزیزمون ایران در خدمتتون باشم. بنده افتخار آشنایی با جناب دکتر رو در همایش مشهد در سال 97 فکر میکنم آذر ماه 97 در هتل پردیسان داشتم و قبل از اون توسط چند نفر از دوستان و بازرگانان قدرتمند حوزه خلیج فقط از کانال ایشون رو دنبال میکردم و بعد از آشنایی با ایشون متوجه شدم که ایشون بی‌منت تمام تلاششون بر این هستش که تمام دوستان و بازرگانان عزیز بتونن تجارتشون رو توسعه بدن و مخصوصا تمرکزشون بر صادرات کالا از ایران هست و با توجه به وضعیت اقتصادی که هممون میدونیم و شرایطی که وجود داره امیدوارم بنده هم بتونم در این راستا کمکی بکنم. بنده یوسف حسینی هستم، فعال اقتصادی بین المللی. از سال 2005 فعالیت خودم رو در کشورهای چین، دبی و حوزه خلیج فارس مخصوصا عمان آغاز کردم و از همان سال به صورت مشارکت با چندین نفر از بازرگانان و شرکت‌های خارجی اقدام به صادرات مواد غذایی و مخصوصا میوه و تره‌بار به بازار عمان کردم و از سال 2010 به صورت مستقل اقدام به صادرات همین اقلام داشتم و 5 سال بعد اقدام به تأسیس شرکتی کاملا مستقل در شهر مسقط نمودم و با توسعه فعالیت خودم علاوه بر در زمینه‌های قبلی به حوزه گردشگری و توریست درمانی و همینطور واردات تجهیزات پزشکی و یه مقدار هم مسائل ساختمونی روی آوردم. لازم میدونم قبل از هر چیز یک سری اطلاعات کلی راجع به کشور محل اقامتم، اهم از موقعیت جغرافیایی، شرایط فرهنگی و سیاسی، وضعیت اقتصادی، محصولات مورد نیاز واردات از ایران، محصولات صادراتی به ایران نکات مهم در رابطه با تجارت عمان، مزایا، معایب و هر چیز دیگه‌ای که راجع به تجارت و راهکارهایی که ممکنه برای شما بازرگانان وجود داشته باشه، دریافت اقامت، ثبت شرکت، خرید ملک و سایر مسائل مهمی که مد نظر شما دوستان هستش رو عرض میکنم و خواهش میکنم اگه دوستان اطلاعات کلی که خدمتتون عرض کردم براتون مفید بود و سوالی احیانا داشتید میتونید به صورت اختصاصی مجددا با جناب دکتر باسره ارتباط بگیرید و سوال رو مطرح کنید. انشاءالله که بتونم پاسخ جامع و کاملی ارائه بدم خدمتتون. دوستان عزیز، با توجه به اینکه همگی معمولا کشورهای همسایه رو میشناسید، من توضیحات رو یه مقدار کلی عرض میکنم که زیاد وقتتون رو نگیرم. اول یک توضیحات کلی راجع به عمان خدمتتون عرض میکنم. همونجور که میدونید همسایه جنوبی ایران هستش و دومین کشور وسیع شبه جزیره در واقع عربستان حساب میشه. از لحاظ وسعت بعد از عربستان دومین کشوره که فکر میکنم حدود 300,000 کیلومتر مربع مساحتش هست. دین رسمی طبق سایر کشورهای اطراف اسلام و جمعیتش تقریبا معادل 5 میلیون که 60% خود عمانی‌ها هستند و تقریبا 40% اون جمعیت هم مهاجرا تشکیل میدن. زبان رسمیشون عربی هست، منتها توی تجارت و با توجه به حضور پررنگ مهاجران مخصوصا ملیت‌های مثل هند و با توجه به ارتباطات قوی که با کشورهای اروپایی و حالا یک سری روابط سیاسی خوب و قوی با ایالات متحده و همینطور با توجه به پیشینه قبلی که در اوایل سده 19 با
انگلیس داشتن و در واقع به نوعی مستعمره انگلیس بودن، منتها نه به صورت کامل. زبان انگلیسی هم زبان دومشون هست و کم و بیش بالغ بر 70-80% خود مردم عمان هم به انگلیسی مسلطن و صحبت میکنن. عرض کنم شرایط جغرافیایی همه میدونید، ولی من مختصر عرض کنم که شمالشون در واقع دریای عمان هست، یعنی مرز آبی که با ما مشترک دارن. سمت شرقشون اقیانوس هند و این خودش موقعیت استراتژیکی براشون به وجود آورده، به آبهای آزاد به راحتی دسترسی دارن. از غرب به امارات متحده عربی و عربستان و جنوب غربی هم کشور یمن متصل هستند و موقعیت استراتژیکی هم که با ما ایران دارن بیشتر همون تنگه هرمز هست و نزدیکترین در واقع جزیره شون به ما که در واقع شبه جزیره هست منطقه‌ای هست به نام خصب که عمده بارهای در واقع ملوانی یا همون تهلنجی خودمون به اصطلاح از برای در واقع ترانسفر شدن به ایران از این بندر صورت میگیره. بنادر بسیار مهم و قدرتمندی داره، مخصوصا تو سالهای اخیر بسیار تلاش کرده دولت عمان روی اقتصادش و روی بنادرش، از جمله بندرگاه سوهار، بندر بسیار مهم و بزرگی است که ضمن منطقه آزاد هم داره سوهار، و بنادر دیگه‌ای مثل سلاله داره که در جنوبش هست که حالا اون هم خودش جای بحث داره که با آب و هوای بسیار متنوع نسبت به کل کشورهای عربی و توی یک سری فصول حتی از لحاظ سرسبزی بهتر از شمال ایران، در واقع زیر خط استوا قرار گرفته اون منطقه. و بندر دقم اینا بنادر مهمش هستند و چندین منطقه آزادی دیگه هم داره که انشاءالله در ادامه خدمتتون عرض میکنم. واحد پولشون ریال هستش و سومین پول قدرتمند جهان هست در واقع. اولین که میدونین کویت، دوم بحرین هست و سومین که ریال عمانه. هر در واقع 2.6 دلار معادل 1 ریاله که الان اگه فرض بذاریم تو بازار فعلی دلار حدود 24-25 هزار تومنه، حدود ریال عمان 70,000 تومان هستش. و حالا از لحاظ سیاسی این کشور همیشه به عنوان یک کشور صلح طلب شناخته میشه و مشهور هست به سوئیس خاورمیانه و بیشتر در واقع نقش پررنگش تو مسائل سیاسی حل مناقشات منطقه‌ای از جمله حتی دعوایی بین خود اعراب، قطر و دبی و امارات، در واقع ببخشید امارات و عربستان چند وقت پیش با هم یک سری درگیری‌هایی داشتن. مهمترین نقش و این کشور عمان بازی میکنه تو مصالحه بین این کشورها. حتی در مورد کشور خودمون هم که به وفور این اتفاق افتاده، حتی استارت برجام مثلا توی عمان خورده شد و حتی در رابطه با آزادی خیلی موقع گروگان‌های ایرانی یا حالا خیلی مسائل سیاسی که ایران با کشورهای از جمله آمریکا مناقشه داره، در واقع استارت مصالحه این ارتباط توی عمان کلید میخوره که اینها هم دلایل بسیار زیادی داره، از جمله این که احتمالاً اکثر دوستان میدونن بعد از اینکه سلطان قابوس به پادشاهی رسید چند وقت بعدش یه عده از شورشیایی توی یک منطقه‌ای دارن به نام یکی از استانهای جنوبی که همون سلاله شاملش میشه به نام استان ظفار، تصمیم داشتن که ایشون رو کودتا کنن و از قدرت برکنار کنن که اون زمان مصادف بود با در واقع پادشاهی ایران قبل از انقلاب اسلامی که با همکاری ارتش ایران موفق شد که در واقع تاج و تختش رو حفظ کنه و این رو مدیون ایرانیا میدونه خودش و پادشاه، و مردم عمان همین موضوع رو به خوبی میدونن و از پیشینه خوبی نسبت به ایرانیا، یعنی میدونن که ایرانیا یه داکیومنت و یه پیشینه قوی دارن و همین باعث ارتباط قوی تر و بهتری شده. و سوای این موضوع از لحاظ ارتباط اجتماعی که با ما ایرانیا دارن بسیار با سایر کشورهای عربی متفاوت هست و اگه دوستان مثلا حتی قصد مهاجرت و زندگی توی کشورهای عربی داشته باشن، بنده سال هاست
ارتباط دارم، رفت و آمد میکنم با امارات متحده عربی، دبی مخصوصاً، با قطر. تنها کشوری هست که به صورت خانوادگی خیلی با شرایطی که حالا ما ایرانی‌ها دوست داریم و تعصبی که نسبت به خانواده‌مون داریم میتونیم اینجا راحت‌تر زندگی کنیم و در واقع بی‌تعارف بگم اون نگاه بدی که متاسفانه توی این سالها نسبت به خانواده و مخصوصا خانم‌های ایرانی تو بقیه کشورهای عربی هست اینجا نیست و بسیار ایرانی‌ها و خانواده‌هاشون قابل احترامن. و عرض کنم خدمت مبارک شما دوستان که از لحاظ اقتصادی هم پایه و زیرساخت این موضوع با توجه به همین ارتباط ها میتونه قوی تر باشه که انشاءالله استپ استپ انشاءالله من خدمتتون عرض خواهم کرد. در رابطه با اقتصاد عمان باید عرض کنم که این کشورم مثل سایر کشورهای عربی اقتصادی وابسته به نفت میتونم بگم داشته و الان کمتر شده، با توجه به اینکه یک چشمانداز داشتن که تا سال 2020 عمده تمرکز سرمایه گذاری بر گردشگری، بر سرمایه گذاری خارجی و شرکت های غیر نفتی باشه که تقریبا 50% این مسیر عملی شد تا اواخر 2019 منتها به خاطر رکود اقتصادی که کل دنیا رو در سال 2020 درگیر کرد نتونستن این مسیر رو کامل ادامه بدن و چشمانداز 2040 عمان بر این هستش که کاملا اقتصاد بدون نفتی داشته باشه و دلایل اون هم متعدده. مثلا یکی از دلایلش کمبود ذخایر نفتی هست. البته گاز به وفور دارن که تبدیل به LPG و صادراتش هم انجام میدن. با کشورهایی مثل چین و کره در این مورد همکاری میکنن و همینطور میزان تورم تو این کشور بسیار پایین، 3% سود تسهیلات بانکی با توجیه پروژه های مختلف، بیزینس پلن ها و نوع وام متفاوت هست، ماکسیموم 8% هست، پایین ترینش 3% هست. و با توجه به پیمان‌های مشترکی که با خیلی از کشورهای قدرتمند اقتصادی دنیا از جمله آمریکا دارن، پیمانی دارن مثلا به نام WTO اگر اشتباه نکنم که توی این پیمان آمریکا، سنگاپور، استرالیا و عمان صادرات و واردات کلیه کالاها به این 4 کشور فری تکس هست بدون هیچ مالیاتی. مثلا کالاهای امریکایی وارد بازار عمان میشن و بالعکس سنگاپور و همینطور اون 2 کشور دیگه‌ای که عرض کردم. و این خودش این نکته رو قابل توجه همه شما دوستان باشه که میتونید برای مثلا صادرات به آمریکا، به سنگاپور، به استرالیا از این موقعیت توی عمان بهره ببرین، مثل خیلی دوستان دیگه که کالاهاشون میاد اینجا ری اکسپورت میشه، یا یک سری کالاهایی که نیاز ایران هست از امریکا، مثلا همین تجهیزات پزشکی یا کالاهای دیگه از کشورهای دیگه بدون هیچ مالیاتی وارد عمان میشه و از اون طرف به ایران صادر میکنن دوباره. و در کل اقتصاد بسیار ثابت و پایه‌ای داره و حتی طبق آخرین آماری که من دارم میزان تورم رو به سیر نزولی داره در واقع و روی مواد غذایی که اولویت اول رفاه همه شهروندان هر کشوری هست. همین دیروزی که از منابع موثق و منابع مورد اعتمادی که در عمان هست مطلبی نوشته بود که 78% مواد غذایی توی عمان کاهش قیمت داشتند. و یک دلیل دیگه‌ای برای توسعه گردشگری هم این هست که همین هفته اخیر، یعنی در همین ماه دسامبر 2020 ویزای 103 کشور رو رایگان کردن که به صورت تا 10 روز میتونن بدون ویزا توی سفر کنن به عمان و در کل شرایط استیبلی از لحاظ اقتصادی بر این کشور حاکمه. دوستان، نکات و مسائل مهمی که حائز اهمیت هست در تجارت با عمان این هستش که علی رغم اون ارتباط اجتماعی قوی و خوب و دوستانه‌ای که
بین ما ایرانی ها و عمانی ها هست، یک مقدار متاسفانه دیر اعتماد میکنن تجار ایرانی، مخصوصا اگه بنا باشه تجارت شما، یعنی بازار شما، خریدار شما مخصوصا شرکتی کاملا عمانی باشه، دیر اعتماد میکنن. ولی اگه این اتفاق بیفته قطعا یک مشتری دائم خواهند بود. متاسفانه بودن دوستانی که خواستن راه در واقع 100 ساله رو یک شبه برن، حالا اولش با محصولات خوبی وارد این بازار شدن، مخصوصا توی این 4-5 سال، حداقل 5-6 سال اخیر، و بعد حالا یا توی کیفیت کاسته شده یا شرایط دیگه، و این باعث شده یک مقدار نیاز باشه در واقع به اعتماد سازی. و خوشبختانه شرکت ما و یک سری شرکت های دیگه هستند که حالا قبل از ما واقعیتش فعال بودن اینجا، از رزومه و پیشینه خوبی برخورداریم و معمولاً خیلی دوستان از این فرصت استفاده میکنن و اگه کمکی بتونیم به عنوان یک ریلیشن به شما بکنیم، یه ارتباط دهنده باشیم بین شما و اون شرکتی که قرار محصول شما فروش بره، قطعاً دریغ نخواهیم کرد. و کلاً اعتماد کردن عمانی ها یک مقدار سخت است، یک مقدار بیزینس باشون کردن اول کار قطعاً به راحتی نخواهد بود، ولی اگر این اتفاق بیفته و شما همیشه کیفیت محصول و شرایط و اون وعده های بیزینسی که میدین برش متعهد باشید، قطعاً یک بیزینس عمرانه برای خودتون خواهید ساخت و در رابطه با چک هاشون، در رابطه با اسنادی که به شما پرداخت میکنن مشکلی اصلا نخواهد بود. سر وقت چکی اگه به شما میدن آن تایم پاس میشه، چون قوانین بانکی توی عمان بسیار سختگیرانه است، چه برای عمانی ها چه برای سرمایه گذاران خارجی. اگه چکی برگشت بخوره بسیار عواقب بدی برای اون سرمایه گذار خواهد داشت و به همین دلیل همه سعیشون بر اینه که بهترین راه و سالمترین راه توی بیزینسشون انتخاب بکنن. تنها دشواری راه همین هست که یک مقدار دیر اعتماد میکنن، که اون هم بستگی به دیدگاه شما داره و حالا استفاده از کانکشن های مختلفی که میتونید برای خودتون ایجاد کنید برای بیزینستون، وگرنه مسئله پیچیده و خاصی نخواهد بود. کما اینکه توی خیلی کشورهای دیگه هم ما همین شرایط رو داریم. نکته بعدی، محدودیت و دشواری خاصی واقعیتش توی تجارت با عمان وجود نداره برای دوستانی که میخوان به صورت صحیح و سالم و ادامه دار بیزینس داشته باشن. یک سری نکات کلی هست که برای همه جا ثابته. مثلا اگه شما قرار هست کالای وارد عمان بکنید، مخصوصا اگه مواد غذایی، بهداشتی یا حالا مثلا تجهیزات پزشکی یا هر گزینه‌ای بستگی به فیلد مورد نظر نیاز هست وارد این بازار بشه، نیاز به یک سری سرتیفیکیت ها، یک سری تاییدیه ها و استانداردهایی دارین که هر کدوم از این استانداردها هیچ تفاوتی نمیکنه که در کدوم یک از کشورهای GCC باشن. چه حالا شما بخواید یک کالا اگه امکان صادرش به قطر یا دبی دارید یا بحرین مثلا دارید، قطعا به عمان هم خواهید داشت، یعنی سرتیفیکیت جدید و خاصی از شما نمیخوان. قوانین گمرکی سخت و پیچیده نیست، حد اکثر مالیات بر کالاها 5% هست. بعضی از کالاها به صورت خاص و اگه به صورت تکی وارد بشن، حالا شما مثلا اگه یک کانتینر خشکبار وارد عمان میکنید به صورت مختلف هستش، نه، ولی اگه اختصاصاً بخواین 50 کیلو زعفران مثلا تخصصی وارد عمان بکنید و همین یک قلم باشه، قطعاً مالیاتی بالغ بر 5% که اونم بستگی به حجم، پرفورما و کیفیت کالای شما داره. و یه سری کالا هم که فری تکس هم، مواد غذایی مورد نیاز اولیه مثل حبوبات، مثل گندم، آرد، برنج، ذرت و شکر و روغن و حالا یه سری کالاهای دیگه که من کامل خاطرم نیست، ولی کالاهای اولیه و اساسی مردم هستن. و به جز این مشکل خاصی وجود نداره که حالا نکته خاصی اگه احیانا دوستان مورد خاصی مد نظرشون هست تخصصی سوالشون رو مطرح کنن، بنده پاسخگو خواهم بود. اگه بخواید از مزایای تجارت با عمان بدونید با توجه به عرایضی که قبلا خدمتتون عرض کردم، از جمله یکی از پیمان هایی که دارن به عنوان همون
TO و با دسترسی به بازار افریقا، مخصوصا افریقای جنوبی، بسیار بسیار خوب هست. از لحاظ شرایط اقتصادی کشوری بسیار سیف و امن هست، یعنی کالایی که شما اینجا میارید اگه واقعا از قبل مخصوصا بازاریابی شده باشه، مشتریتون رو پیدا کرده باشید، اینجا مشکل خاصی ندارید. برای ری اکسپورت بسیار بسیار عالیه و دوستانی ما داریم الان زعفران از اینجا به امریکا صادر میکنند، یا دوستانی داریم که یک سری اقلامی مثل رب گوجه فرنگی، ترشی فلان مشتری حتی توی کشور عربستان دارن و میاد عمان، محصولشون ریپک میشه و بعد ری اکسپورت میشه. و دیگه عرض کنم خدمتتون از هر کدوم از این کشوران بخواید محصول وارد کنین، مخصوصا اون 4 کشوری که عرض کردم، فری تکس میاد و بعد میتونید، اینا رو قبلا عرض کردم، میتونید به ایران صادر بکنید و ارزش پولی که دارن واقعیتش خیلی کمک کننده است، مخصوصا به این که امروزه قیمت تمام شده بسیاری از کالاها شاید به نسبت بازار ایران گرون باشه، کارگر نمیدونم و مسائل دیگه، منتها با توجه به قیمت پایین ارزش پول ما قطعاً توی بدترین حالتش سود بسیار شایانی نصیب دوستانی میشه که بازار عمان رو انتخاب بکنن. یعنی توی بدترین حالت من خیلی از دوستان چون سالهاست کار میکنیم و میشناسیم میپرسم، مثلا تو مواد غذایی، حالا مواد غذایی که حالا نیاز به یه زنجیره طولانی نگهداری نداره، مثلا سودهای بالغ بر 50%، 60% و گاهن 100% هم شاملشون میشه. حالا توی یه سری مواد غذایی هم با توجه به رقابتی که تو بازار هست مثل میوه، تره بار، اگه اون هم توی شرایط خاص با شرایط خاص و مشتری خاصش ارائه بشه، بهترین سود روی 40 تا 50% روی خیلی کالاها میتونید در واقع برنامه ریزی کنید و این رو به عنوان بیس لطفاً قرار ندید. هستن کالاهایی هم که شما میارید با 10-15% سود، ولی به هر حال استپ استپ میتونید فضایی برای خودتون ایجاد کنید، برندسازی کنید و اینجا خواهناخواه توی بقیه کشورهای عربی که حالا ارتباط مستقیمی با ما ندارن، مخصوصا الان صادرات کالا مثلا به بحرین از ایران به سختی انجام میشه، یا عربستان اصلا شاید انجام نمیشه مگر اینکه بیاد عمان و گاهن ریپک و بعد ری اکسپورت بشه. پیشنهادی که برای شما دوستان دارم برای وارد شدن و بررسی بازار عمان 2 تا راه هستش. راه حل اول این که از شرکت هایی که به عنوان بازاریاب میتونن توی عمان، یعنی حضور دارن، مستقرن و سالها اینجا هستن، حالا توی هر کی توی فیلد خودش میتونه اون شرکت رو جستجو کنه و اگه کمکی هم ما بتونیم بکنیم قطعا دریغ نخواهم کرد. در واقع بازاریابی نیابتی برای شما انجام بدن، شما اطلاعات و دیتیل کالاهاتون رو میفرستید و اینها میرن قیمت بازار رو برای شما در میارن، قیمت تمام شده، قیمت مصرف کننده یا حتی هزینه شیپینگ، هزینه ترخیص و بقیه مسائل، و حتی برای شما میتونن اگه قرارداد رسمی با هم داشته باشین و بخواین یه استپ جلوتر برین، برای شما بازاریابی بکنن و درصدی از سود شما رو طبق قرارداد ازتون بگیرن. یه راه دوم و ساده ای هم دارید که بازم بعد از راه دوم اگه بخواید زیاد هزینه نکنید باید دوباره قسمتی از راه اول رو برید. این هستش که الان مخصوصا که ویزا هم برداشته شده، تا 10 روز بدون ویزا میتونید به عمان سفر کنید عذر میخوام و اینجا تشریف ببرید. حالا توی فیلد خودتون مثلا اگه مواد غذایی است تشریف ببرید بازار میوه و تره بار مرکزی، یا مثلا اگه مواد ساختمون هستش بازارچه مخصوص خودش داره یا جاهای مخصوص خودش، شوروم‌های مخصوص این کار، یا حالا اگه خدمات فنی مهندسی هست راه حل‌های دیگه‌ای میتونم بهتون ارائه بدم انشاءالله، یا اگه مواد غذایی است میتونین به هایپرمارکت‌ها یا جاهای دیگه سر بزنید برای به دست آوردن قیمت تمام شده، قیمتی که شما دارید که به یه جمع‌بندی برسید و بعدش میتونید توی پله بعدی. این 2 راهی که عرض کردم ساده ترین راه هست. پله بعدی اینه که شما حالا یا میایین خودتون به صورت دایرکت وارد این بازار میشید، یا یک شرکتی به عنوان نماینده شما، نماینده فروش محصولات شما، استارت این کار رو برای شما میزنه و
کارتون رو انشاءالله پیش میبره. یه موردی که سوال خیلی دوستان هست، ثبت شرکت یا افتتاح حساب و حالا روش گرفتن اقامت هست. اقامت در کشور عمان کلاً به 2 و 3 حداکثر 3 روش انجام میشه. روش اول که معمولا مناسب تجار نیست یا همون اقامت کارگری یا ورکر یا حالا کارمندی هستش که معمولا باید یه شرکت درخواست بده که به مثلا فلان نیروی متخصص نیاز داره و بیشتر توی خدمات فنی این اتفاق میفته و معمولا بازرگانان راغب به این کار نیستن و اون شرکت تقاضای ویزا براش میکنه بر اساس قوانین و ضوابط عمان و ایشون میاد یک ویزای 2 ساله ورکری میگیره و موظف در خدمت اون شرکت باشه و نمیتونه توی شرکت دیگه ای کار بکنه و اگه چنین اتفاقی بیفته و گاهن چک میشه توسط در واقع منپاور و پلیس ایمیگریشن یا همون جوازات عمان، اگه چک کنن و ببینن شما جای دیگه مشغول به کارین، همون شرکت که در واقع شما رو وارد عمان کرده 2500 ریال جریمه داره و هم شما دیپورت میشین که این برای اونایی است که فقط سرمایه‌ای ندارن و معمولا پیشنهاد نمی‌کنیم برای تجار. راه بعدیش این هست که خودشون ثبت شرکت بکنن و یه شخصیت حقوقی برای خودشون تعریف کنن که حالا بعد بتونن دفتر داشته باشن. اگه نیاز دارن به صادرات قطعاً به این مورد نیاز پیدا میکنن که حتماً اینجا یک شخصیت حقوقی برای خودشون ایجاد کنن که بتونن حساب بانکی داشته باشن دوستان و که با اون حساب بانکی حالا سوای این که ایران توی شرایط خاصی است که متاسفانه نمیتونیم دایرکت با ایران معاملات ارزی انجام بدین، حواله پولی انجام بشه، ولی با بقیه کشورهای دنیا قطعا محدودیتی نخواهد بود. البته یک سری مسائل و مشکلاتی هست که اونا رو عرض میکنم در رابطه با دوستان ایرانی و عرض کنم به خدمتتون. راه سوم اقامت عمانم سوای ثبت شرکت این هست که خرید ملک هم به 2 صورت هست. یک سری املاک هست که هر کسی میتونه مراجعه کنه، توی یه مناطقی از قبل تعیین شده مشخص شده، مثلا یه منطقه هست به نام، حالا توی مسقط رو مثال میزنم، به نام مسقط هیلز، و یه منطقه دیگه‌ای داریم به نام الموج که شبیه مثلا همون پالم دبی جمیرا هستش که شما میتونید اونجا ملک بخرید با مالکیت 100% و نیازی به هیچ تجربه و هیچ حالا تجارت و فلان و اینام ندارین. حسابهای بانکی شخصی هم میتونید باز کنید، اقامت خودتون و خانواده‌تون بگیرید. ولی در مورد ثبت شرکت شما اقامت 2 ساله بهتون میدن، سال اول میدن، در واقع سال اول 1 ساله میدن. بعد که فعالیتتون شروع کردید شرکت شما بازرسی میشه، اگه فعال بود بعد اقامت شما رنیوال میشه برای 2 سال و هر 2 سال به 2 سال تمدید میشه. شرایط اقامت هم نسبت به سال گذشته تغییر پیدا کرده. سال قبل فقط در مناطق آزاد امکان مالکیت 100% برای سرمایه گذار خارجی وجود داشته و از سال 2020 این قوانین تغییر کرد. هر کسی میتونه خودش شرکت داشته باشه، هر کسی که میگم یعنی حداقل 2 نفر باید باشن، چون اگه 1 نفر باشه میشه مؤسسه و مؤسسه فقط به عمانی‌ها میدن. به جز اون دیگه شرکت حداقل با 2 نفر اعضا میتونن شروع کنن. حالا بستگی به گرید شرکت، تعداد اعضا میتونه متفاوت باشه، میزان سهام میتونه متفاوت باشه و همینطور هزینه‌های اولیه‌ای که به دولت عمان پرداخت میشه، وزارت تجاره یا حالا وزارتخونه‌های مختلف برای گرفتن ویزا و اقامت و بقیه مسائل. یه مطلبی که باید عرض می‌کردم راجع به حساب بانکی و افتتاح حساب بود. واقعیتش از 3-4 سال پیش مشکلاتی سد راه دوستان و هموطنان عزیز ما شده، به این دلیل که دفتر مبارزه با پولشویی امریکا از زمانی که رئیس جمهور بعدیشون یعنی بعد از اوباما آقای ترامپ سر کار اومدن، یه دفتر مبارزه با پولشویی اینجا باز شده و به طبع عمان هم حالا سختگیریشون مثل دبی و یا سایر کشورها نبود، ولی به سختی برای ایرانی‌ها حساب باز میکنن. حالا همه اینا یک سری قوانین و استثناءهای وجود داره. اونهایی که سالم میخوان کار بکنن، اونهایی که بیزینسشون کاملا پاک و روشنه، هیچ مشکلی نخواهند داشت.
شاید یکم زمان ببره، بستگی به حالا بیزینس پلنی که شما دارین، بستگی به فعالیت حساب شخصیتون و شرایط، و با یه سری تعهدات واقعیتش حسابم باز میشه برای شرکت ها. حتی دوستانی که این کار رو دارن انجام میدن. همین هفته گذشته ما داشتیم شرکتی که حساب توی هم بانک مسقط که حالا یکی از بانک‌های مهم و معتبرشون هست باز کردن، و حالا بانک سوهار باز کردن، و هستن شرکت‌هایی هم که 3 سال اینجا هستن، حالا دنبال در واقع بیزینس سالم نیستن و هنوز نتونستن یه حسابم داشته باشن. حالا راه این خودش یک بحث بسیار مفصلی داره راجع به حساب بانکی که اگه نیاز بود کسی به صورت تخصصی سوالی داشت از دوستان بفرمان، من حتما پاسخگو خواهم بود و توضیحات کامل رو عرض میکنم. ولی این که اصلا نشه حساب باز کرد نیست چنین چیزی، و این که به راحتی هم حساب باز بکنن مخصوصا توی این 3-4 سال اخیر نبوده. منتها تمام تمرکزی که بین روابط اقتصادی ایران و عمان بوده توی این چندین سال، تمام فرصی که دولت جمهوری اسلامی ایران گذاشته بر عمان و بر اتاق بازرگانی و وزارت بازرگانی و تجارت عمان همین بوده که مشکل حسابهای ایرانیا هستش که اونم تا حدودی مرتفع شده. این که 100% برای همه مثل 5 سال پیش، 6 سال پیش، 10 سال پیش حساب باز کنن، نه، حتی گاهن تا سال گذشته حساب بعضی ایرانیایی که 7 سال پیش باز کرده بودن، 4 سال پیش، 3 سال پیش، حالا کاری نداریم توی سالهای مختلف، واقعی احساس کرده دولت عمانی و بانک مرکزی احساس داشته که این حساب به نوعی یه سری مسائل مبهم داره، معمولاً اونجور حسابا رو حالا یا مسدود کردن یا توضیح میخوان. این یه چیز کلی هست توی همه دنیا، ولی در هر صورت میتونم بگم این کار نه 100% شدنی هست برای هر کسی با هر نوع فکر و ایده‌ای، نه نشدنی برای اونایی که میخوان سالم کار کنن. در واقع اونهایی که سالم کار میکنن این امکان وجود داره و هیچ مشکلی نیست، ولی اونهایی که حالا دنبال در واقع فقط نقل و انتقال پولن یا مسائل اینجوری قطعاً به مشکل میخورن، و این موضوع حالا شاید از دوستان دیگه هم شنیده باشین و کاملاً صحت داره. رابطه با مالیات هم اگه دوستان سوالی داشته باشن، کلیات این هستش که شرکت هایی که تو مناطق آزاد ثبت میشن که معمولاً شرکت های تولیدی هستن 10 سال معاف از مالیاتن، و بستگی به نوع بیزینسشون، پلنشون و حتی تعداد استخدام نیروهایی که عمانی باشن، چون یک قانون جدید از چند سال پیش تصویب شده توی عمان به نام عمانیزیشن برای استخدام نیروی کار عمانی. هرچه تعداد نیروهای عمانی مثلا اگه 30% شرکت باشن مثلا دوباره 5 سال جایزه و معافیت از مالیات میگیرن، اگر 50% باشن مثلا تا 30 سال، بستگی به تعداد نیروهای اون شرکت، ظرفیت تولید و کالا و کلا تلورانس کاری اون شرکت میتونن تا 30 سال هم معاف باشن. کلیه کالاهایی که نیاز اولیه اون شرکت برای واردات، ماشینالات، دستگاه‌ها از هر جایی که بخوان وارد کنن، چه از ایران چه از هر کشور دیگه، معاف از مالیاته. و همینطور بعدا مواد اولیه، مثلا اگه یه شرکت تولیدی مواد پلاستیکی بخواد گرانول وارد کنه مثلا هیچ مشکلی نداره، معاف از مالیات میتونه وارد کنه. اینا در مناطق آزاد. توی شهر مالیات بر درآمد شخصی اشخاص اصلا نداریم، حد اکثر مالیات بر شغلای مختلف بستگی به نوع بیزینس متفاوت هست. یک کف داره برای مالیات شرکت های استثمار اجنبی، ببخشید، یا همون شرکت های سرمایه گذاری خارجی که از بستگی به نوع شرکت، نوع فعالیت و تعداد شعب و همه اینا و نوع کالایی که حتی ارائه میشه، مثلا یه سری فروشگاهایی که مثلا سیگار، دخانیات و مثلا نوشیدنی های انرژیزا مثلا میفروشن، قطعا مالیاتشون خیلی بیشتر از یه فروشگاه پوشاک هستش و حد اقل مالیات از 8% و حد اکثر بستگی به تعداد شعب، گستردگی و نوع بیزینس تا ممکنه 30% هم برسه. آخرین نکته‌ای که به ذهنم میرسه خدمت دوستان عرض کنم اینه که با توجه به نزدیکی فرهنگی، شناخت عمانی‌ها از ایران، موقعیت‌های بسیار زیادی وجود داره که این شرایط میتونه کاملا دو طرفه باشه
سمت اولش که میتونه برای ما ارزآوری داشته باشه مسائلی مثل گردشگری متنوع، حالا فقط گردشگری سلامت مد نظرم نیست که اون خودش جای بحث بسیار بزرگ و پیچیده‌ای داره که من کلیات رو عرض کنم. ما توی تمام شهرامون پزشکای بسیار توانمندی داریم توی بخش مخصوصا چشم پزشکی که بیشتر عمانی‌ها به این دلیل به ایران میان، یا توی زیبایی از جمله کاشت مو، و حالا میان روی مسائل دیگه مثل خیلی عملهای جراحی دیگه، کلیه و غیره. و همینطور گردشگری سیاحتی با توجه به تنوع آب و هوایی که کشور ما داره، با توجه به موقعیت جغرافیایی که داره، آب و هوای 4 فصل، خیلی دوستان میتونن روی این گزینه‌ها تمرکز کنن که سرمایه خیلی زیادی هم نمیخواد. مخصوصا مثلا گردشگری سلامت با یک ایجاد یه دفتر، در واقع دفتر کوچولوی جای خوب شهر، حالا با یه تیم خوب توی مدیریت، توی ترجمه و مترجمای خوب منظورم هستش داشته باشن و میتونن به خوبی خیلی توریست جذب کنن که ارزآوری زیادی داره. حتی دوستانی ما داریم توی شمال ایران مثلا کلاردشت ویلا دارن میسازن و به عمانی ها میفروشن، و یا گزینه های مشابه زیادی هستش که حتی توی شیراز دوستان عمانی داریم که توی ساخت و ساز یک کلینیک کامل مولتی اکشن پزشکی دارن سرمایه گذاری میکنن. میتونه تعداد اینا بسیار بسیار زیاد باشه و روی واردات کالاهایی که قبلا عرض کردم از عمان دوستان میتونن تمرکز کنن، قطعات یدکی خودرو، قطعات الکترونیکی، کامپیوتر و خیلی موارد مشابه دیگه‌ای که هستش. این برای واردات به ایران. یه نکته بعدی توی مصادرات خدمات فنی مهندسیمون خیلی خیلی جا داره توی عمان و متاسفانه در حد و اندازه واقعی ایران حاضر نشدیم. شرکت هایی که میتونن بیان توی تندرها شرکت کنن، توی مزایده های مختلف میتونن برنده بشن اینجا، با توجه به قیمت نیروی کار ایرانی، با توجه به خدماتی که واقعا ایرانی‌ها به صورت پروفشنال و حرفه‌ای واردن واقعا، و خیلی خیلی دوستان ایرانی جاشون اینجا خالی هست و بعضی موقعات که ما میبینیم مثلا شرکت هندی برنده میشه، شرکت از یک کشور عربی آفریقایی مثلا برنده میشه و میتونن ایرانی‌ها با یه شرایط بهتری بیان اینجور پروژه ها رو در دست بگیرن. توی ساخت و ساز، با توجه به اینکه ساخت و ساز توی عمان زیاد هست، ساخت و ساز در حدی هستش که دوباره، یعنی بعد از اینکه فقط توی محدوده 2020 ما یه توقف بسیار محدود و کوچولو داشتیم نداریم، میتونن بیان توی ساخت و ساز سرمایه گذاری بکنن. توی خود مصالح ساختمونی از جمله سیمان، کلینکر، حتی بلوک ها، نمیدونم عرض کنم خدمت مبارکتون، حتی قیر، آسفالت و همینجور گزینه‌هایی مثل روشنایی معابر. دوستانی بودن قبلا که توی ساخت فرودگاه، توی ساخت پل‌ها، توی پروژه‌های راهسازی شرکت می‌کردن ولی تعدادشون کم هست. هنوز خیلی جا داره عمان، چون عمان الان توی توسعه در واقع شهریش هم تمرکز زیادی داره که کشور رو به سمت یک کشور کاملا توریستی و مخصوصا شهر مسقط، با توجه به اینکه آب و هواش نسبت به بقیه کشورهای عربی آب و هوای متفاوت‌تری داره، خنک‌تر هست، در واقع میتونن بیان اینجا سرمایه گذاری بکنن، میتونن بیان خدمات ارائه بدن، کاشی، سرامیک، شیشه، آرشیتکت برای طراحی داخلی ساختمون از 0 تا 100 با اون کیفیتی که ایرانی‌ها کار میکنن. حتی نقشه‌های داخلی ساختمون، پلن، نقشه‌های اولیه، فنداسیون، واقعا جای ایرانی‌ها خالی هست توی این پروژه ها. و همینطور توی پروژه های جدیدی که من میبینم توی عمان دارن رشد میکنن، شرکت های اصلا که الان طرف قرارداد ما هستن، چون ما یه شرکت اجاره خودرو داریم، چند تا ماشین از ما اجاره کردن که این خودش یه نقطه تمرکزی است که ما با خیلی دوستان و کشورهای دیگه آشنا میشیم روی همین بیزینس اجاره خودرو، که مثلا شرکت های سودانی هستن تمرکزشون روی اسمارت هوم هست.
که من واقعیتش تا 1-2 سال پیش فکر نمی کردم توی عمان اینقدر جواب بده و الان میبینم طرف 2 تا شعبه 3 تا شعبه داره، کارمنداش با حقوق پایه 500-600 ریال دارن کار میکنن، یعنی یه بازاریابش 500 ریال میگیره، حالا اون تکنسینش که قطعا حقوق بیشتری خواهد گرفت و خیلی گزینه‌های مشابه هست. در مورد توریست درمانی و اینا هم که عرض کردم، اگه دوستان سوالی دارن من روش گرفتن مجوزا رو میتونم بهتون عرض کنم، چه توی ایران چه روشی میخواد. یعنی واقعیتش هستند و بودن یه عده دوستانی که سالم کار میکردن توی این چند سال به خاطر همین اختلاف ارزش پولی یه عده به صورت دلال وارد این بازار شدن، یه مقدار وجهه رو خراب کردن تا حدودی، البته نه برای همه. و یه نکته‌ای که بسیار مهمه اینه که و حائز اهمیته که عمانی ها به صورت خانوادگی در واقع تبلیغ میکنن. اگه مثلا یه فرد عمانی بیاد بره پیش یه پزشک توی شهر شیراز مثلا و برگرده و از اون پزشک راضی باشه، این کل قبیله اون اگه هر مشکل پزشکی داشته باشن قطعا به اون پزشک و اون دفتر و اون تیم مراجعه میکنن. اینجوری هست و اینا خیلی میتونه کمک بکنه به بیزینس ایرانی‌ها. داشتم عرض می‌کردم اون سیستم دلالی نه، ولی سیستم بسیار منطقی و بر اساس یه چارت سازمانی که هزینه‌ش هم زیاد تفاوتی نداره با اون که به شکل دلالی هست، ولی یه سیستم شیک و پیک میتونن ارائه بدن، میتونن در واقع یک پکینگ کامل از 0 تا 100 از فرودگاه عمان کیس و تحویل بگیرن ببرن ایران، خدمات بهش ارائه بدن، اونور خدمات بگیرن. دوستی داریم که پروپوزال این موضوع رو نوشته، بیزینس پلنش مشخصه و به خیلی‌ها در این مورد کمک کرده و مشاوره داده. میتونیم از اونها براتون کمک بگیریم اگه احیانا دوستان در این زمینه خواستن فعالیتی بکنن. یا در مورد خدمات فنی مهندسی، تندرایی که توی عمان گذاشته میشه، راهکارهایی هست. خدا رو شکر توی این 10-15 سالی که ما ارتباط داشتیم یک سری ریلیشن هایی داریم که راه ها رو ساده تر میکنه، نه غیر قانونی، کاملا قانونی. تا شما بخواید یک مسیر طولانی برین تا به اون تندر برسین، راه حل هاشو دوستان ما ارائه میدن که سریعتر بتونین برنده اون مناقصه بشین، چه کاری بکنید بهتره و خیلی مسائل مشابه. امیدوارم این کلیات به دردتون بخوره و مفید بوده باشه. اگه احیانا سوالی بود در این موارد و سوال تخصصی توی مورد دیگه‌ای بود که بنده بتونم کمک کنم، خوشحال میشم بتونم پاسختون بدم. در انتها تشکر فراوان و ویژه دارم از جناب آقای دکتر باسره که این وقت رو در اختیار بنده قرار دادند که بتونم یک سری اطلاعاتی راجع به کشور عمان در اختیارتون بذارم. انشاءالله تو فرصتهای بعدی در رابطه با قطر هم اگه پلنی بود، بنده یک سری اطلاعاتی دارم که امیدوارم مفید باشه و بتونم در اختیار دوستان بذارم. موفق و مؤید باشید. وقت همگی بخیر.